Его соперник представляет Okay, that makes a lot more sense now. The area that making a noise was SAKIBEKOV, and that was on his opponent's walkout. This guy has a massive following. سلام درود به پایان سوری ＫHAFIZ دوستان و علاقه‌مندان ورزش بخش ورزش مورد بیان و این شو فرق است. اولین پروژه SAKIBEKOV در مقابل ورزشکاری روس کادیروف روبروی همه و بسیار شکوه که آمد دیگر رو زن کرد پس از صدای زن اسم SAKIBEKOV در حرکت ورزشکاران پروژه بسیار نام نفوذ و نام شکوه که آمد تمام چرابی‌های سطح جهانی رو باز هم زیباتر خواهند کرد و این البته با دستگیری مخلصان اشدی نوع‌های مختلفی ورزش هست و ببینید که SAKIBEKOV البته باید رویای بلند با جمع یورویسخان نزدیک اکتاگون آمده است و اکنون پس از برآوردن لیباس‌ها البته SAKIBEKOV را در میان هشتم‌جا خواهیم دید. ورزشکار بسیار کسبی است، دارای آیکیو بلند است ولی دو رقابتی که برای او چندان رقابت یعنی اگر ایشان درست بگویم سال 2025 برای SAKIBEKOV چندان سال خوب هم نبود به خاطر که رقابت‌هایی را که او به نفع او انجام باید می‌یافت با اشتباه‌های اندکی حریفان دستبال می‌گشتند و سال جاری اکنون یک رقابت بسیار ارزنده را در ماه اپریل پیشکش همگان کرده بود و توانست که در سال 2026 همان نوکری‌ها و همان یک درمی اختیزا میشود و اون بگویم نافهمی‌ها و همون یک خطاهایی که در اکتاگون رخ داد با آنها نقطه گذاشت و اکنون یک غلبه در سال 2026 دارد و اکنون بسیار انجام به دوستان‌های الکساندر زنده Ladies and gentlemen, he's 27 years old. He stands 177 centimeters tall, weight of 72.95 kilos, professional record 15 victories, 4 defeats on his cross to Russia, VISKHAN, KADIROV. بسیار ورزشکار خوب است. سن سالش هم 27. چنین دستگیری چنین سر و صداها رو ما در بعضی از رقابت‌های UFC حتی نخواهیم دید و البته سپاس با تمام مخلصان ورزش تاجیک که با همین دستگیری آنها ورزشکاران ما باز هم امکان یابند که به سطح‌های بلندتر گیرند. بله، بدخشان، تاجیکستان. هر دو بسیار یک ورزشکار قوی هستند. رکورد کسبی ویسخان کادیروف 15 بر 4 از حفیظ SAKIBEKOV 11 بر 4 سن سال 1.27 و SAKIBEKOV 27 ساله هستند. البته ایشان در مدی اول می‌شود و اکنون ببینید که ضربه اول رو که آغاز خواهد کرد و فکر کنم هر دو ورزشکار می‌خواهند که بیشتر در رست و هنر بسنجند. اکنون یک ضربه پای ضربه‌ها اکنون راوندی اول البته راوندی آموزشی می‌شود و می‌بینیم البته یک ضربه هایکی در جنگی در جواب هم کادیروف ضربه‌ها رو آزمون می‌کند
zarba haqiqiy zarba digar az janibi balakon berdast. Handled by SAKIBEKOV. فکر میکنم هر دو بازیکن میخوان که در راستا اومد بسنجن. اکنون Goes to the که body as well. راوندی اول به نفع کدوم از بازیکن Big که کاری swing. میکردن. فکر میکنم حافظ ساکیبکوف باید تغییری جدی اومده است ولی این ورزش است یک ثانیه میتواند که تقدیر این رقابت را حل کرده باشد. سرسانه میکنیم و نظران میکنیم بر رقابتی بازیکن کوزید با مقابل بازیکن روس ویسخان More کادیروف. damaging than that, she are. این ضربه‌هایی که کادیروف روانه میکند این برای حریف را از خود دور کردن است و ضربه‌هایی که لوتیک چند پیش از جانب حافظ ساکیبکوف روانه گردید البته این چیز را به دست خواهد Right آورد. hand there. Oh, big swing. They're both swinging. حرکت دست هم نشان هنربسان و هنربسان بیان و همون ضربه‌های نشون است و البته روانه کرده No sort of شدن shaking. که You can't help but جدیدن. sometimes where the punch lands. فکر میکنم راوند این رقابت در راوند دوم اگر همین گونه ادامه یابد به فکرم به انجام خواهد رسید. از دو جهت از جانب بازیکن روس ویسخان بسیار بازیکن استقلالات است ولی فراموش نکنیم که حافظ ساکیبکوف هم یک بازیکن KADIROV then حرفه‌ای بسیار giving a lot of looks. Very Switching high stances speed all balance. the time. That's that sort of karate sort of style. Good left hook. He's dropped him. Bale, He's hurt. He's bale. down. Hook. This is going to be it. He's out. He is صد out. افسوس ولی این ورزش است نباید بله That was a ایشون در beautifully مدیوان timed نیست left hook. حافظ ساکیبکوف Drops SAKIBEKOV. فکر میکنم دستان رو بسیار هم پایان‌تر کپید و That is silenced در the این crowd. لیدر که نتوانست که در این لیدر رقابت رو ادامه داده باشد یک خبر What a way to silence the مبارک crowd میگیم there. رقیبی او رو که اکنون Beautifully timed left hook. از این Let's have a نبرد look at that. He jumps in. با پیروزی There's the یعنی double بیرون آمد bosh. Right on the chin. Drops him. یعنی حافظ ساکیبکوف دستای This is خود را the بسیار man. پایان و Lands بسیار that آمد left hook. بسیار Right on the button. رقابت رو اختیار کرد رقابت کردن رو اختیار کرد Follows و up with some ground and pound here. رسید خب چون گفتیم ورزش یک ثانیه میتواند Obviously, که تقدیر SAKIBEKOV was not لیدر encouraging to defend himself at حل all. کرده باشد و Looks like he might ورزش hurt است his روی rib. بخت Don't know دارد how in that مهم sort of است exchange is there. سلامتی است و ما باور داریم که ساکیبکوف در روزگاری فرصت بازگر میگردد و نویسان مناسب ورزشکاران سوجود البته در همه رقابت‌ها امکانی برآمد کردن رو دارند چرا که ما در مد اول بگیم یک فن کلوبی بسیار زیادی را در خود دارا هستند. خب چون چند تا دیدیم اینجا یک فکر می‌کنم حافظ ساکیبکوف شرایط هم گرفته است. Missing از with که the دو right hand. ساکت It الان jumps اینجا in, یک but that ضربه left hook دویم bosh ضربه و right on the button. این به قول خانم رسید کلیکای نکرده These punches are, خب in my eyes, دیگر ببینید unnecessary. حافظ ساکیبکوف نمی‌تواند همه رو هجومیت کرده He was باشد out on the در way خط down. البته حافظ خط رسید هم دارد ولی ضربه‌های پای در پای ویسخان کادیروف دوباره مجبور کرد که در این لیدر نقطه گرفته باشد. Дамы и господа, время остановки будет 2 минуты и 14 секунд первого раунда. Ladies and gentlemen, we have a time 2 minutes and 14 seconds of the very first round. Техническим нокаутом добивания победу одержал your winner by technical knockout due to puncher VISKHAN KADIROV. مبارک است Россия, ورزش Грозный. است بردباخت دارد ورزش نمی‌دونم که ویسخان چیست خانه‌های ВИСХАН, ساخت великолепная победа, поздравляю тебя. Мы обменялись с твоим тренером Шамсануром, как раз говорили о том, что в тебя постоянно не верят, и ты продолжаешь преподносить сюрпризы. Как тебе такое положение? Всем ассаламу алейкум, приветствую Москва. Все работники, даже Лиги ACA, меня недооценивают. Не знаю, может из-за мышц, не знаю. Короче, как видите, сегодня получилось в нашу пользу. Но я думаю, что ты настраивался все-таки на длинный поединок, не на такое короткое завершение. Честно, я просто выходил драться 3 раунда сюда, закатить зрелищный бой. Как видите, все быстро так закончилось.
Есть ли имя следующего оппонента, кого бы ты хотел увидеть здесь, в клетке? Мне понравилось выступать, где таджикская публика. Я бы выступал против Бехруза. Если выиграю его, может, я попаду в топ-15, не знаю. Behrouz Zuhurov победил. Это действительно крепкий спортсмен. Да. Желаем тебе удачи. Кого бы хотел поблагодарить? Хочу поблагодарить нашего главу за всю поддержку, которую он оказывает, и Мурада Бечиева, и всех тренеров нашего клуба «Ахмат». Ваши Физулетнам аплодисменты. раqibi ВИСХАН, arzanda Behrouz va KADIROV. me'bilem ki to'piga ro'barati ACA va in didor ro'ziga xudo me'di ham. Dur namashim bir sera raqibati digar است که کنند در ACA.